این 44 چشمه در جنوب تاجیکستان ناحیه شهر توس است و این درخت توت از چشمه مراد آب میخورد. چشمه‌ای که مردم با باورهای زیاد و امید به نزدش می آیند و از آبش می نوشند که صاحب پول، خانه آباد و باز هم فرزند شوند. و در این درخت لته پاره هایی که هستند مردم با امید میبندند و باور دارند که با بستن این لته ها از پیرهن و از روسری هاشون اون ناامیدی هاشون اینجا میگذارن و میرون به خانه صاحب بخت خود، فرزند، پول، زندگی آسایشته میشوند. به حق چلیجاشم روایت بسیار. این آدم درون بخورفته آدم نامشون بابای قنبر سیسی حضرت علی، یعنی اسبانش یعنی این آدم اولادن دولتشون پوشه بود. اولادن که پوشه‌ای که هم آدم براشید همون وقت پیش حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اومد، گفت که من چیکار کنم؟ گفت انا مسلمان شوم. بعد اسلام قبول کرد. اسلام که قبول کرد بگو که آدم پوشاک لازم نیست، که پوشاک را پرت و دنیا را ترک کرد. آمد حضرت علی با عاده از پرورش شده آدم. این 44 چشمه که اینجا جوش میزند اینها چی ربط دارن با این شخصیت؟ وقتی که این آدم در اینجا دفن کردن، این آدم شهید شد اینجا بود. همون وقتا که یک جنگ که همجا شد، همون جنگ یک زخم دار شد. بعد حضرت علی بسیار زیخ شد. چی باید کرد که نو بعد یک از دنیا گذرد، مکه مدینه دور، هوا گرم، همین خیلی همین فکر کرد و بعد خوابش برد. خوابش دید که همین 44 چشم پایان دارم، 44 چشم مغز زده برآمده شده، 4 تا چشمه به 4 تا چهارران راست شده است، ماده 40 چشم 40 تن پاک. شنیدم 40 تن پاک گفته؟ 40 تن ها رو شنیدم که نشده. الان 40 تن پاک. همین هر یک چشمه به راست شده. بعد همین بلندی هم دونگه یک چراغ یک شمع درگیر شده. بعد همین خوب دید بیدار شد. بیدار کرد وقت نماز بود خب بعد طهارت کردن، نماز خواندن. خونده شده بودن که یک خدمتگار اومد گفت که بابا از دنیا گذشت. انا باید علما رو جمع کرد، چرا جمع کرد؟ انا گفت که من گفت همین خواب دیدم، گفت تعبیر خوابی ما بیان کنیم چی معنا دارد؟ خواهش این که یکی گفت که در برادرم گفت که بابا رو همین دفن کنیم چراغ اسلام میشد. یکی بی‌آب اینجا کی میبینه اینجا جارد؟ همون رو بعد نظر داشته با قدرت خدا، با حرمت چهارران، با حرمت همین بابا حضرت علی هم آبها رو پیدا کرده افتادگی هم خیلی روایت هسته. انا خود آبش می‌نوشیم، آبازی میکنیم، دم میگیریم، زیارت میکنیم مسلمانا. خالق گشته ادوری آب سنگ میگیرن، چه آب گشته میرن کی؟ همین یک سال ولش میگه فرزند کتی میبیاد بارشم به یا یک دو کتاشه میبیان همین خیلی اینو چیزا هست. یعنی که فایده میکنه؟ فایده میکنه در بسیار فایده کرده. یعنی که سنگ میگیرن و آب میگیرن و از اون آب چشمه میراد مینوشن، بعد چند سال بعد با فرزند و شوهرشون میان. فرزند ها گشته اومده بازم سنگچه جوجه پرتوفتن دو گشته میرن. این سنگ هم امانت است با میگذارن. بعد میگذارن، بعد جوشته میمونن.